این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش بر مدار باد، چون کو سرفراش در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد، تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلق محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بعد از اینکه از دو مسئله مهم اعتقادی که عبارت از توحید و رسالت باشه فارغ شدیم به توفیق خداوند تبارک و تعالی، میپردازیم به مسئله مهم دیگر و آخرین مسئله پیرامون معاد. بی که همگی مسلمان ها باور دارند و ایمان دارند به که دنیا فانی میشه، از بین میره و اینطور هم نیه که فنای دنیا و یا نیستی افراد یک به یک در این دنیا به معنای خلاص شدن از هر چیز باشه و حیات و موت فقط نسبت به همین عالم باشه و بس. نه، بلکه حضرات علما میفرمایند به استشهاد از آیات و احادیث مبارک نبی خدا علیه السلام که عالم بر دو قسم می باشه. یکی عالم ماده، همین مادیاتی که ما شما میبینیم، و به او عالم مشاهد هم گفته میشه که به تحت مشاهده ما و شما هست. اگر جمادات، نباتات، حیوانات، چیز موجود حیه و غیر حیه که می باشه، او به تحت عالم مشاهد می باشه. و عالم تکلیف هم گفته میشه، زیرا نسبت به سایر موجودات جن و انس مکلف می باشند به برخی از امورات، به حقوق العباد و حقوق الله. مکلفیت ها، ذمه‌واری های بر انسان هست، بر جنیات هست، و عالم حاضرت هم به حیجیمی، یعنی حاضر، حمال پیش ما و شما که حاضر می باشه. یک قسم عالم این فنا میپذیره، از بین میره، هم به اعتبار جزئیات افراد او. هر چیزی که صحیح بکنیم، حیوان یا کشته میشه یا میمیره، نبات به می ترتیب میرویه و از بین میره و خشک میشه، انسان هم میاد به دنیا و از این دنیا میره. پس یکی عالم مشاهده، ولیکن منحصر در این عالم نیه، بلکه
عالم دیگه هم داریم به نام قیامت، که قیامت باز به دو قسمه، یکی قیامت صغرا، دیگری قیامت کبرا. یکی نیست شدن نسبت به افراد یکه یکه، دیگری نسبت به همگی عالم، که اگر تنها یعنی جزئیات بره، یک نفر وفات میکنه، یک نفر شهید میشه، یک نفر هلاک میشه به صورت تنهایی یا همینطور دست جمعی، اما این امر به همگی امور عالم تعلق نمیگیره، که هرگاهی که به اعتبار فنا شدن هر فرد بگیریم، او را گفته میشه قیامت صغرا. من مات فقط قامت قیامته. هرگاهی که یک نفر فوت بکنه، از این دنیا رخت بربنده و مسافر بشه از این دنیا، فقط قامت قیامته. از عالم مشاهد رفت، از این دنیای دون رفت، از حاضرت و عالم تکلیف رفت، دیگه تکلیف به او نیه. مشقت‌های ظاهری هم که به این دنیا به او بود، ذمه‌هایی که در این دنیا به او بود، هم از بین میره، خلاص شد. ذمه دنیوی از او خراب شد و خلاص شد. و یکی دیگه باز قیامت کبرایه، که نسبت به همگی عالم مشاهد او به وجود میاد. اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. این او چیزیه که به او باز قیامت کبرا گفته میشه. و به همین قیامت صغرا که یک دیگه عالمه غیر از این عالم مشاهد، نام دیگه هم گذاشتند و به او میگن عالم برزخ. برزخ یعنی در میان، نه به طور کلی دنیای و نه به طور کلی آخرت. یک چیز با دنیا شراکت داره، مشابهت داره، یک چیز هم با قیامت کبرا، با عالم آخرت مشابهت داره. پس از این جهت را برزخ گفته میشه. برزخ خودشو در لغت عربی به معنای میان، در میان بودن، میان دو چیز قرار گرفتن، یعنی در میان دنیا و در میان آخرت. شباهت با دنیا داره، شباهت با آخرت داره. هست در انقطاع، در همیشه نبودن. همین عالم برزخ هم همیشگی نیه، مثل که دنیا همیشگی نیه. همچنین در این که در همین دنیا اعمال ما و شما انجام میدیم، در عالم برزخ هم گاه اوقات امورات انجام میشه، کارهای انجام میشه. جناب حضرت پیغمبر خدا علیه السلام میفرمایه که من دیدم جناب حضرت موسی کلیم الله را که در قبر نماز میخوان. به این ترتیب در حدیث مبارک هست که یک نفر خیمه برپا میکنه بر روی یک قبر، لیکن گمان نمیکنه که یک قبره. بر روی نشسته، ناگهان میشنوه که از داخل قبر کسی تبارک الذی شریفه میکنه، تبارک الذی بیده الملک، سوره ملک میکنه. به می ترتیب در قصه های حضرات اولیاء و صلحا رحمهم الله
هست دیگه که در قبر خود بعضی از کارها انجام میده، بعضی از عبادتها انجام میده، اینا همگی تلذذن میباشه، لذت میگیره از این کار، تکلیفی نیست، تکلیف خلاص شد، لیکن لذت گیری هست. پس بی اعتبار هم که بعضی از همین کارهای دنیا در حدیث مبارک هست هنگامی که یک مؤمن به قبر گذاشته میشه فلفوری از قبر ورمیخزه، مثل که در داخل قبر میشینه به گمان ای که وقت نماز شده و شاید که نماز دست نبره چشما خور میماله که حالا دعونی اصلی بر بگذارید که نماز بخونه. یعنی از بس که با نماز و با مسجد و با امور دینی سر و کار داره، در قبر هم گاهی اوقات همین افعال دنیوی انجام داده میشه توسط او، ولیکن تلذذن، به خاطر لذتگیری، حظ النفس، خوش میشه نفس او، بهره میگیره از او. و به می ترتیب کارهایی که در این دنیا انجام داده، من سن سنتا حسنتا، کار نیکی در این دنیا انجام داده، سنت گذاری کرده، پایه گذاری کرده، یک روش و یک اسلوب و طریقه نیکر که به طریقه او دیگران رفته و او کار خیر انجام میده، فله اجرها و اجر من عمل بها، اجر همی کار نیک او و همی سنت گذاری خوب او در قبر به او میرسه. اگر کار زشت کرده باشه در قبر که هست باز به او میرسه، یعنی آثار بعضی از اعمال خود او در دنیا. یا مثلا در حدیث مبارک هست که اذا مات ابن آدم، هرگاهی که ابن آدم وفات بکنه، یک نفر فوت بکنه، انقطع عن عمله، از همه کارهای خود باز میمانه مگر از سه چیز: یک علم نافع، دوم صدقه جاریه، سوم ولد صالح یدعو له، فرزند نیک از خود به جا گذاشته باشه، فرزند دیندار و صالح از خود به جا گذاشته باشه که در حق او دعای خیر بکنه. اینا همین کارهایی که در دنیا انجام داده، لیکن منفعت او در عالم برزخ و در عالم درمیانی که نه دنیا و نه آخرت به او میرسه. و از این جهت که در عالم برزخ بعد از وفات به این ثواب میرسه، به این عقاب خدای نکرده میرسه. پس یک مقدمه از برای آخرت هم هست دیگه، مشابهت با آخرت هم داره، زیرا در آخرت یا ثواب یا عقاب، دیگه چیزی نیست. و اینجی مقدمه از همو خود عالم آخرت به او می باشه. اینجی هم یا ثواب میبینه یا ای که عقاب میبینه. از این جهت عالم برزخ ای در میان می باشه نسبت به عالم مشاهد، نسبت به عالم آخرت. پس ای که بعضی از مسلمان ها از جهت بیخبری و عدم اطلاع برو قبر یک نفر نوشته میکنه که آرامگاه ابدی فلان، ابدیتی نیه، ابدی همون آخرته. هنگامی که به بهشت یک نفر داخل شد ابدی میشه، کافر که به جهنم داخل شد او ابدی میشه. مسلمان از جنت بیرون نمیشه و کافر هم از جهنم بیرون نمیشه، او ابدیه. این چیزی که انسان به قبر گذاشته میشه یه ابدی نیه، آرامگاه هست نسبت به مسلمان ها، لیکن اینطور نیه که ابدی باشه. نه، ابدی خوبی مانا که یعنی دائمی بالکل زوال و فنای نداره. حالا که برزخه یه هم از برای او فنا می باشه. این که میگیم این برزخ می باشه یعنی منفعت ها هم شد در اینجا، در امی قبر، در امی برزخ، ضرر ها هم شد در امی قبر و در امی برزخ.
پس معلوم میشه که روح به همراه بدن تعلقات داره، مختلف تعلقات. چند نوع تعلق ما میتونیم که در مابین روح و بدن معرفی بکنیم. یک، در هنگام جنین بودن، همین که نطفه به علقه تبدیل میشه و به مضغه تبدیل میشه و بعداً در او روح دمیده میشه که مشهور اون 4 ماه و 10 روز می باشه. اینجی یک ارتباط روح به همراه بدن پیدا میکنه. همون ارتباطه که تقریبا میتونیم بگیم عالم جنینی، حالت جنینی و هم یک عالمه نسبت به می جنین. همون مایع و آب ماننده که در خود داخل او پرده و کیسه می باشه حیات همین جنین تامین میکنه. خونه که آذوقه میکنه حیات این جنین تامین میکنه. تپش ها و حرکت هایی که این جنین داره خب به اعتبار وجود روح در همین جنین می باشه. ولیکن دوران تکلیف نیه. از او هنگامی که تولد میشه بیرون میاد، از این محیط بیرون میشه، باز دیگه حالته، دیگه نوع تعلق روح به همراه بدن داره. او دیگه عالمه بود. این به دنیای مشاهد آمد، به عالم وسیعتر میاد این شخص و این بنده که یکی از او دورانهای مکلفیت او می باشه، دورانهای ذمه‌وار شدن او می باشه که این نفر صاحب ذمه میشه، نسبت به دیگران حق داره، دیگران بر او حق داره، خداوند تبارک و تعالی بر او حق داره که به اساس ادا کردن یا ادا نکردن حقوق خداوند تبارک و تعالی باز بعض چیزها بر او مرتب میشه. پس این دیگه نوع تعلقه که روح با بدن داره بعد از تولد. در همین دنیا سوم نوع تعلق روح با بدن در عالم خواب می باشه. این هم یک نوع عالمه، عالم خواب. شخص که به خواب بره گسستگی روح از بدن میآید. او حالتی را که روح با بدن در هنگام بیداری داره، او حالت روح با بدن در هنگام خواب نداره. از او جدا میشه روح، لیکن با وجود ازی کلن جدا نمیشه که بالکل رخت بربنده. پس ارتباط او اصلیه، ولیکن گسستگی و انقطاع او عارضی می باشه. این مثلیه که یک نفر اسب خود خورد، به پای او ریسمان بسته کرده باشه، یک طرف ریسمان را به یک میخ بسته کرده باشه، همی اسب حرکت میکنه دیگه، از این طرف به اون طرف. این ریسمان هم 20 متر، از این طرف به اون طرف حرکت میکنه، میره به این طرف اون طرف میچره، ولیکن با آخر میبینه که دیگه حرکت نمیکنه. یعنی طور نیه که خود طرف دیگه ریسمان خطا باشه، یله باشه، نه. پس روح هم در هنگام خواب میره، چرخ و چکر داره به عالم ارواح، به هر جایی که بخواه، ولیکن در اخیر بازم میبینیم که به طور کلی یلنیه، پاز و بنده به همراه خود بدن. خداوند تبارک تعالی الله یتوفی الانفس، هم در هنگام موت و هم در هنگام نوم، در هنگام خواب. لیکن در هنگام خواب به طور کلی نمیگیره، بلکه او پس برمیگردانه به خود بدن. لحاظا ارتباط او با بدن اصلیه،
همینطور گسستگی و یک کمک یلگی یله شدن داره، عارضی تا یک چند مدته، تا وقتی که به خواب باشه. در همین عالم خواب چی قسم رویاهایی که این نفر نمیبینه؟ چرا؟ به خاطری که گشت و گذار میکنه، به این طرف میره روح، به اون طرف میره روح، گاهی با این ملاقی میشه، گاهی با این چیز ملاقی میشه، رویاها میبینه. این هم یک نوع تعلقیه که روح با بدن داره، هم گسستگی و هم ارتباط اصلی و یله بودن و قطع از بدن به طور عارضی. هرچه که یک ارتباط دیگه، تعلق دیگه که روح با بدن داره، او بعد از موت در عالم برزخ، که او هم همین دو چیز داره، گسستگی و ارتباط با بدن هم داره، منقطع از بدن هم هست. لیکن برعکس، در عالم خواب ارتباط اصلی بود و انقطاع عارضی بود، یعنی یک پیوند داشت با بدن، همینطور یک چرخ و شکری طرف و طرف میزد. اما در عالم برزخ برعکسه، گسستگی اصلیه، ارتباط عارضی می باشه. یک نوع ارتباط داره دیگه. همین که میت به قبر گذاشته باشه، یسمع قرع نعالهم، همین کسایی که به دور و پیش قبر او می باشه، میایه به سر قبر او، یسمع قرع نعاله، میشنوه صدای کرب کرب خود کفش های او. همین که فرشته بیایه و از او بپرسه، درک میکنه، احساس میکنه، سوال و جواب از طریق تکلم میگه. این همون ارتباط روح با بدن هست، ولیکن عارضیه، به اینجی انقطاع اصلیه. گاهی اوقات او چیزی که در حدیث مبارک پیغمبر خدا علیه السلام می باشه، گاهی اوقات همین ارتباطات هست، مثل یک سایه تقریبا نسبت به صاحب سایه که غیر از او می باشه، ولیکن با پشت سر او روان، مطابق با او. همینطور یک ارتباط ضعیف روح با کی داره؟ با بدن داره، که به او اساس سوال و جواب میشه، به او اساس عذاب قبر میشه، به او اساس ثواب و لذت ها را درک میکنه. یکی هم تعلق روح با بدن در عالم آخرته، که این تعلق کامل و به طور همیشگی. در دنیا هم ارتباط کامل بود، در غیر از حالت خواب ارتباط کامله، لیکن همیشگی نیه. یک وقت میرسه که روح پرواز بکنه، روح بره از قالب بدن جدا باشه، ولیکن در عالم آخرت روح به طور کامل با بدن، یعنی علاقه که مثل او علاقه دیگر رقم دیگر بالکل تصور نمیشه، همونطور علاقه کامل و بازم همیشگی، هیچ نوع انقطاع در هیچ لحظه از لحظات، خواه در جنت باشه خواه در خود جهنم باشه، بالکل از او انقطاع نداره، جدایی نداره. این باز اون مرحله کامل تعلق خود روح با بدن. لذا در عالم برزخ که گفتیم عالم درمیان، یک مشابهت با عالم ماده و جسمانیت و مشاهد داره و یک ارتباط با و مشابهت با عالم آخرت داره و همین را گفته میشه قیامت صغری. همین که گفتیم ارتباط داره در قبر، در برزخ، روح با بدن، یعنی چه؟ یعنی که
موت نیستی و فنا نیه طوری که بعضی گمان میکنن. بعضی یعنی بی کافرهایی که به قیامت معتقد نمی باشند، یا بعض عقلگراها که با مجردی که نفر مرد روح از بدن جدا شد، او دیگه باز روح میره به عالم ارواح و او همون لذت ها را میگیره و یا همون رنج ها را میبره، به بدن هیچ نوع تأثیر نمیکنه. اینطور نه، یک چیز تعلق داره. گفته میتونیم و گفتن حضرات علما رحمهم الله که در حقیقت این یک انتقاله. موت یعنی انتقال، نقل خوردن، منتقل شدن از یک جا به جای دیگه. مثل که جنین از همون عالم جنینی خود از داخل رحم مادر که بزو یک عالم کبرای معلوم میشد و یک دنیای کبیر معلوم میشد، از او منتقل میشه به این دنیا. حالا که اونجور تصور بکنه یا خوب شده خفه نمیشدم به او وقت و به او همینطور محل تنگ تاریک ما خوب شد که خفه نمیشدم. چرا؟ به خاطری که به عالم چی آمده؟ کلانتر آمده. از این عالم بازتر و کلانتر که بعد از موت منتقل میشه به او، باز عالم برزخه، او باز وسیع‌تر می باشه. مثل که از داخل چاه بیای به جو، از داخل جو باز بره به دریا، از داخل دریا باز بره به اقیانوس بیکران. همینطور صورت که به اونجی خیلی از چیزها برای او مخفی بود، به این دنیا که آمد خیلی از امور به او حاصل شد و معلومات به او آمد و بسیار از چیزها به او کشف شد و ظاهر شد، ولیکن باز هم بعضی چیزها مخفیه نسبت به او. هنگامی که بمیره باز به یک عالم وسیع‌تر، به یک عالم ماوراء ماده بگیم که نسبت به ما و شما یه عالم مشاهد و مادیه، به عالم معنا میره، به دیگه عالمی که فراتر می باشه به او قدم میگذاره که خیلی از این عالم مشاهد وسیع‌تر. همون اندازه که وسیع‌تره، پس دانایی از او هم به اون اندازه چی میشه؟ وسیع‌تر میشه. پرده های بود در میان این نفر و او موجودات و چیزهایی که در او عالمه که بعداً به او منکشف میشه. بعضی از نفرها را که بعد از مرگ چی به سراغ انسان میآید، گاهی اوقات بعض کسان نوشته کردند کتابهای را، به او سکته پیش شده، سکته مغزی یا دیگه، بعضی از چیزهای را میبینه که بعد از این که باز پس خداوند تبارک و تعالی او را به این دنیا آورده، یعنی موت نصیب او نکرده، یک چیز چرخ و چکر زده به او طرف، بعداً باز میاد که بعد از موت کیا گذرا، چی گذشت، که چنین بود که چنان بود. یعنی بسته یک کتاب بزرگه یکی از این آمریکایی ها یا یکی کافرها نوشته میکنه که همینطور یک حالت به ما رخ داد که به این دنیا هم نبودم، دیگه چیزهای رو من مشاهده میکردم. این همون عالمه، عالم برزخ. از او باز پستر و بعدنتر عالم اکبر می باشه که آخرت و به اونجی که هست که خود خداوند تبارک و تعالی می فرماید که و بصر و کلیوم حدید، امروز دیگه خیلی تیزبین می باشی، هر چیز مشاهده می کنی و به مشاهده تو می رسه. خب پیش از این که به او عالم دیگه به اعتبار مسائل زو پردازیم، یعنی آخرت، به می عالم برزخی بعد از این که شخص وفات میکنه، گفتیم در حقیقت انتقال دیگه، نقل میخوره از یک جا به جای دیگه. به همین جی اذا اقبر المیت
هنگامی که میت دفن بشه، چون که اکثرا دفن میشنده، اکثر اموات دفن میشن، خیلی کمه که به داخل دریا انداخته بشه، خیلی کمه او تو واقعاتی که حیوان اور بیای بخوره، نهنگ و ماهی و کوسه ماهی و فلان اور بیای بخوره. پس هنگامی که نفر قبر میشه، دفن میشه، یأتیانه ملکان، دو ملک به سراغ او میاد، دو فرشته. پس همین که گفتیم مراد از قبر عالم برزخه، مشکلات همه حل میشه. این 1.5 متر و 1.80 سانتی که بزو کنده میشه، این نیه مقصود، این فقط یک ظرفی از برای ازو، نه عالمگی برزخ. این میره به دیگه عالم، با عالم برزخ میره. از این طور نیه که فقط به می قبر ایشته سر خود بالا میکنه، سر از این نخوره بجون که فلان یا چنین و چنان، نه، این برزخ. هرگاهی که قبر میشه یعنی به عالم برزخ میره، یأتیانه ملکان، دو فرشته میاد، نکیر و منکر، و از او سوال و جواب میکنه که ما دینک، به چی دینی بودی تو؟ به چی هوا و هوس بودی؟ به چی معتقد بودی؟ نصرانی بودی، بودایی بودی، یهودی بودی؟ حالا که خود فرشته ها هم میدانه. جناب حضرت علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله در فتح الملهم شرح صحیح مسلم بیان میکنه که این همو تقریبا میگم پس لرزه های تکلیفه. یعنی مکلفیت کامل در کجا بود؟ در دنیا، در عالم مشاهد. بعد از او باز این تو پس لغت های که میگم، یعنی پس لرزه های تکلیف. اینجی تکلیف نیه، لیکن همین پس لرزه تکلیفه. مثل که پس از زلزله یک نیمچه زلزله های دیگه موجود میشه، یمو تأثیر همو یکی سابق. تا هنگامی که میفرماید حضرت علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله، تا هنگامی که به جنت نره مسلمان، کافر به دوزخ نره، تا به مو وقت هم که هست همین تو بعضی از آثار تکلیف در رو دیده میشه. مکلفیت ها نیه، سوال ها و جواب های، و بعضی همین طور مثلی که اور بقای به صلاح امتحان و آزمایش بکنه، همین طور صورت های بزرگ رخ میده. به اینجی هم ما دینک، من هذا الرجل، یا ما تقول فی هذا الرجل، در مورد این نفر چی میگی؟ کدام نفر؟ محمد امین علیه السلام، نسبت به پیغمبر آخر الزمان نظر تو چی میباشه؟ که بعضی میفرمایند چون صورت خیالی محمد مصطفی علیه السلام در قلب هر کس هست، مسلمان در قلب او محبت پیغمبر خدا علیه السلام جان میده به خاطر نبی الله علیه السلام، پس صورت مبارک ایشان همیشه در قلب یک مسلمان هست. پس میفهمه که ما تقول فی هذا الرجل، در مورد این نفر میفهمه که کدام نفر مقصود میباشه. دشمن هم همیشه فکر دشمن به خیال او هست دیگه، صورت دشمن به خیال او هست. کافر ابوجهل هم که هست همیشه چیه؟ همیشه صورت خیالی پیغمبر خدا علیه السلام به ذهن است. به چی خاطر؟ به خاطری که دسیسه بیفکنه، توطئه بندازه و نقشه شهادت پیغمبر خدا علیه السلام بکشه. همین نصرانی ها و یهودی ها همیش به فکر همینه که به مسلمان ها ضرر برسانه، خب به خاطر دین از اون آیده، به خاطر پیغمبر آنها می باشه. پس همیشه به می فکره که ما چگونه مسلمان از پیغمبر او جدا بکنیم. پس او هم تفکر داره در مورد محمد امین علیه السلام، بلکه در کتاب ها از اونا نوشته صفات مبارک پیغمبر خدا علیه السلام. ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، در انجیل و تورات همگی صفتهای مبارک پیغمبر خدا
علیه السلام هسته و بوده. پس نسبت به او هم که بپرسه از او که ما کنت تقول فی هذا الرجل، نسبت به این نفر چی میگفتی، چی معتقد بودی؟ معلوم میشه یعنی پیغمبر خدا علیه السلام. و این که شخص مورد سوال و جواب که قرار میگیره، بعضی شاید به این گمان باشه که به یک لحظه هزارها نفر میبینی که در اطراف و اکناف دنیا میمیرنده. به می کره خاکی به هر جا که سراغ بکنیم یعنی یک نفر حتما وفات میکنه، یکی به این ولسوالی، یکی به شهر، یکی به او کشور، یکی به او قاره. این چگونه میشه که هم قبض روح بشه در یک زمان و هم بعد از این که باز دفن بشه سوال به وجود بیاید در یک زمان. چون همین سوال، همین پرسش نسبت به هر دوی دیگه که قبض روح هم ملک الموت میکنه، حضرت اسرائیل میکنه و پرسش و سوال و جواب همین دو ملک میکنه دیگه. ملک اینیه که نسبت به این نفر دو ملک، نسبت به اون نفر دو ملک دیگه، نه همین دو ملک. این چگونه میشه؟ حضرات علما رحمهم الله، این عقیده اهل سنت والجماعت رحمهم الله ایه که یا از برای همین فرشته کمکگارها، عسکر میگیم به اصطلاح، فرشته های دیگه زیر امر او میباشه که به اینجی تو برو، به اینجی تو برو، به اینجی تو برو، به اونجی فلان بره، به اونجی فلان. نسبت به مؤمن کامل و بگم پیغمبر علیه السلام و اشخاص صالح دیگه، و نسبت به کافر کته خود اسرائیل علیه السلام تشریف میاره. اما نسبت به یکای دیگه یعنی عسکرها خور، فرشته های مبارک دیگه که زیر نظر او میباشه و زیر امر او میباشه میفرسته تا ای که به اذن خدا قبض روح بکنه. به می ترتیب در خود قبر هم همین دو فرشته بعضی میفرمایند که اعوان داره، همکارها داره، بگم عسکرها داره که میپرسه دیگه از همین نفرهایی که در آوانها و هنگامهای مختلف به قبر گذاشته میشه یا در یک آن به قبر به خیلی از جاها گذاشته میشه. بعضی دیگه از حضرات علما رحمهم الله میفرمایند که نه، همین فرشته آنقدر عظیم الجثه است که همین کره خاکی به مثل یک توپه پیش از به مثل یک توپه همینطور حالت داره. حالا جناب حضرت جبرائیل امین علیه السلام به صورت اصلی خود که ظاهر میشه، لقد سد الافق، به نبی الله علیه السلام که ظاهر میشه افق بالکل بسته شد، افق گرفت پرهای جناب حضرت جبرائیل امین به او حالت. پس این فرشته ها که هست خیلی عظیم الجثه که همین کره خاکی مثل یک توپه بود، همینطور سعی میکنه همگی مثل همین سر مای کوریه به پیش است که فلانی به فلان جا میخواه بموره، فلانی به فلان جا، فلانی به فلان جا، همگی که هست همینطور حاضره برو و روی همگی یکسان چی میکنه؟ قبض میکنه. یکسان بیمنه یعنی در یک آن. و به می ترتیب فرشته هایی که نکیر و منکر، دو فرشته نکیر و منکر، اینا هم که همینطور سوال و جواب که میکنن. گفتیم که به اعتبار عظمت جثه خود و عظمت جسم مبارک خود این فرق نمیکنه که یکی به افغانستان باشه، یکی به پاکستان باشه، یکی به ایران باشه، یکی به دیگه کشور دور از این قاره، به هر قاره که میخواه باشه. یعنی چون که همگی به پیش از او مثل یک کره معمولی می باشه، کره و توپ می باشه که به هر جا که باشه دید او مخفی نمانه. این پرسانه ها که صورت میگیره به این باز جوابه های دیگه. بعد از این پرسش و پاسخ ها اونجا باز ثمره از اویه، ثمره او می باشه که عذاب قبر و ثواب قبر.
عذاب قبر و ثواب قبر خود در قرآن عظیم و شان هست، در احادیث مبارک پیغمبر خدا علیه السلام هست که خداوند تبارک و تعالی میفرماید النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. بر آل فرعون، بر فرعونی هایی که غرق شده، آتش جهنم اینها بر او عرضه میشه، صبحگاه و بیگاه، شامگاهان و صبحگاهان. النار یعرضون علیها، اینا عرضه میشه برای آتش. کدام آتش؟ آتشی که گفتیم مقدمه از برای کیه؟ آتش جهنم. و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. در روز قیامت خب باز به فرشته ها گفته میشه که اینا رو به سخت ترین عذاب شما داخل بکنید. یعنی از این جمله معلوم میشه که این پیشتر که گفته شد که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، هر صبحگاهان و شامگاهان اینا بر آتش جهنم عرضه میشن. یعنی عذاب قبر دیگه، یه عذاب آخرت نیست. زیرا عذاب آخرت خب به می جمله بعدا خدا بیان میفرماید که و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. به می ترتیب ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر. ما به اینها میچشانیم عذاب کمتر را پیشتر از عذاب اکبر. پس معلومه که عذاب خردتر هم هسته، عذاب اکبر هم هسته، که عذاب ادنا این عذاب قبر دیگه. و همینطور در خیلی از آیات مبارکه دیگه، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. این در مورد عذاب قبره. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. این قرآن عظیم و شان حدیث مبارک هم از کمی آیه در مورد عذاب قبر نازل شده و همینطور در احادیث مبارک همینطور آمده. مر النبی صلی الله علیه و سلم بقبرین فقال انهما يعذبان و ما يعذبان فی کبیر. این صاحبی دو قبر عذاب میشه. حدیث شریف که عذاب قبر هست. به این ترتیب یک یهودی میاد پیش حضرت عایشه صدیقه، چی میگه؟ اعاذک الله من عذاب القبر. خدا تو را از عذاب قبر نجات بده. یعنی یهودی هم قائل به عذاب قبر. مسلمان ها خو بعد از او باز علمیه وحیمیه به پیغمبر خدا علیه السلام که عذاب قبر هست. و یا ای که استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه، که اکثر عذاب قبر از اینه که نفر خود از بول نگه نمیداره، چکه بول برو لباس زوبش پروانه میکنه به جاهایی که احتمال داره که بول به لباس و به بدن او برخورد بکنه، به مو جا میشینه و بول میکنه. این چیزها مواظب باشید شما. از این قبیل خیلی احادیث مبارکه دیگه که همگی دلالت بر عذاب قبر میکنه. همونطوری که عذاب قبر انما القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران. همین قبر انسان یا روضه و باغچه از باغچه های جنت میباشه نسبت بود، یا یکی یک حفره و گودی از گودال های جهنم میباشه نسبت بود. پس اونطور که عذاب قبره ثواب قبر هم هست. اما این چگونه؟ یک نفر مرد بدن هیچ حرکت نداره، جماعت شد، چوب شد، بالا یک چوب تو 100 تا چوب دیگه بزنی، این بالکل هیچ اثر نداره. این چگونه عذاب میبینه؟ بعد از این که گاهی اوقات مرده بیرون میکنه یک نفر، صاحب مرده خود از یک جای بیرون میکنه، هیچ اثر بر بدن او ظاهر نمیشه. گاهی اوقات درنده میخوره همین حیوانه، همین نفره. اگر قرار باشه که این نفر عذاب بشه، پس باید که درنده هم بالکل بلغتک و پاچک بشه، هیچ دو میشه، حالان که این چیزها دیده نشده. بعضی اشخاص که بالکل از جانب عقلانیت محض پیش میرن، او هم عقل فاسد و کاسد، عقل غلط، همینطور خیالهای با آنها پیش میشه. حالا که پیشتر بیان کردیم
که بعد از این که شخص وفات بکنه موت یعنی نیستی کامل نیه، فنا نیه، بلکه تعلق روح و بدن داره دیگه در عالم برزخ. پس اینطور نیه که این نفر جماد صرف باشه، چوب خشکیده باشه، ستونه باشه بس خلاص بمته قبری گذاشته باشه، نه، بلکه روح یک نوع تعلق با او داره. طوری که پیشتر بیان کردیم همین که بگیم و بدانیم و معلوم میشه ها این تأثیرات باز فرق میکنه. علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میفرمایه که درسته در این دنیا هم که هست روح و بدن هر دو اثر بر روزو میاد، انفعالات بر روزو میاد، در قبر هم اثرات بر روح و بدن میاد، در خود عالم آخرت هم اثرات بر روح و بدن میاد، لیکن فرق داره. فرق به این ترتیب داره که در دنیا اصلا تکلیف بالا که بالا بدن، به طبع بدن روح هم که هست تکلیف به او میاد. اول نفر خوش میشه روح از او باز خوش میشه، نفر دق میشه روح از او هم که هست چی میشه، دقیقیت به او میاد، تشویش و اضطراب به او میاد. در قبر باز برعکسه، روح به او عذابی میاد، ثوابی میاد، اصالتاً و به بدن که هست کی طبعا، پس به بدن و روح هر دو میاد عذاب و ثواب، لیکن به روح اصالتاً میاد. روح خود یک چیز مجرده، روح خود دیده نمیشه و دیده ما و شما نمیاد. گاه اوقات ها اثر روحی در قبر بر بدن ظاهر میشه، گاه اوقات، همیشه نه. زیرا اگر مرده بیرون بکنیم ببینیم که بالکل فک از این طرف به این طرف شده، یا که قبرغازی چنین و چنان شده، یا ای که عذاب این سختنده خب بالکل همگی مشرف به ایمان میشن، خب میفهمه که عذاب قبره و فلانه و ایمان میاره. حالا که ایمان اضطراری نباید باشه، اجباری نباید باشه، اختیاری باید باشه. پس می خاطر اکثرا عذاب که از او بال بدن ظاهر نمیشه، اثرات زو میبینه لیکن اثرات زو ظاهر نمیشه، به روح بیشتر ظاهر میشه. ها در قیامت بال هر دو اصالتا میاد، هم بال روح اصالتا عذاب میاد، هم بال بدن، هم روح اصالتا ثواب میبینه، هم بدن اصالتا ثواب میبینه. پس فرق میکنه، صورت ها حالت ها فرق میکنه. از این که ما به بدن از او چیز مشاهده نمیکنیم خب لازم نیه که نباشه، و دیگه ای که ندیدن دلیل برگی نیه، نبودن نیه. ای که ما ندیدیم بالش جلسه دیدی کدام اثره، خب ندیدن دلیل بر نبودن نیه. خیلی چیزهای ما و شما مشاهده نمیکنیم لیکن اون نفر مشاهده میکنه. همین ملک الموت که میاد نفرهای دیگه به پیش زو هست، به پیش همین محتضر، به پیش همین نفره که میخواه وفات بکنه نفرها هست، قوم قریب از نشسته، او میبینه ملکه لیکن دیگران نمیبینه. پیغمبر خدا علیه السلام فرشته امین جبرائیل میبینه لیکن اصحاب مبارک نمیبینه. نه حالت نزول وحیه، ظاهر میبینه از پیغمبر خدا را که دیگه حالت بیشان رخ داد، اما خود فرشته ندیدن. این خود ندیدن دلیل بر نبودن نیده. این که ما مشاهده نکنیم عذاب را بر جسم این نفر خود دلیل بر اینه که این عذاب نشده. باز گفتیم که خصوصا عذاب اصالتا بر روحه، طبعا بالا کی میاد؟ بالا بدن میاد. گاهی اوقات همون اثر روحی بالا بدن هم ظاهر میشه، طوری که قصه های مختلف را جناب حضرت علامه ابن قیم جوزی رحمه الله در خود کتاب خود الروح بیان کرده که گاهی اوقات اثر همین عذاب بالا بدن از هم بالکل ظاهر شده، بیننده شده به امت. حتی در برخی از احادیث میاد که یک نفر دفن شد، صبح دیدیم که از قبر ای پس بیرون انداخته شده. قبر گفت به اصطلاح ما شما بود بیرون انداخته، باز دوباره قبر شد، باز دوباره صبح دیدم که از قبر بیرون افتاده شده و بیرون انداخته شده. یعنی قبر اور نمیپذیره. بیمانا پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که این حالت برای همیش نیه، یعنی برای هر کس نیه. ها گاهی اوقات خداوند تبارک و تعالی به بنده های خود خود میبینانه همین آثار قبر را، علائم قبر را،
و بعضی از چیزها رو. اگر عذاب قبر هم مشاهده بکنیم، پیغمبر خدا علیه السلام میفرمه اگر بشنویم جن و انس بشنوه، خب بالکل دیگه مدهوش میشه، بالکل دوباره همون مرده خود خور به قبرستان نمیبره، نمیتونه ببره یا فلان از این قبیل چیزها. و ای که گاهی اوقات حیوانه ها میخورند می بدنه تکه و پاره میکنه و فلان، و اگر این عذاب بشه پس باید که حیوان هم معذب باشه. میگم نه، دو نفر در پهلوی همدیگر خوابه، یا یکی رفیق خوابه، ای بیدار کتاب صحیح میکنه و مطالعه میکنه، یکی یک کار دیگه میکنه، او رفیق از او خوابهای وحشتناک میبینه. خب این هر دو رفیق که خواب میباشه، این با خیال راحت خوابه، اما او کسیه، او خیلی میتونه روح از او به عذاب میباشه. گاهی اوقات حرکت های فیزیکی هم از او که هست بالکل به میان میاد. این که حیوان او رو بخوره، خب بخوره او عذاب میشه، اما از او خلاصم نمیشه که حیوان هم به معذب بشه. ما اکثرا به می کرم معده تعبیر میکنه که گاهی اوقات نفر آمیب داره، کرم معده داره و فلان، به پیش دکتر که بره به او شربت میده، به پیش دکتر که بره به او خود گولی میده، این گولی رو میخوره. و میبینیم که همین حرکت های یومی خود خور انجام میده، هیچ نوع دیگه تغییر عذابیت به اصطلاح بگیم به بدن این نفر رخ نمیده. او کسی که به عذاب میشه، او چیزی که به عذاب میشه اون کرم میمیره، کرم از بین میره، اما بدن انسانی به اون حالته. پس خود این نفر داخل شکم ماهی باشه، درنده و چرنده دیگه باشه، این نفر عذاب میشه. و باز گفتیم در عالم برزخه، در عالم برزخ کس اصالتا روحه و طبعا که از خود بدن هم میباشه. اینطور نه که بدن عذاب نبینه، صاب نه میبینه، لیکن کمک اثر بالای از او کمتر، بالای از او بیشتر، بالای از او ظاهر، بالای بدن ظاهر نه. بس و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.